داریم شوخی میکنیم، دشمنی نمیکنیم. ولی آقا اینجوری نیست، اینجوری نگاه نمیکنیم. نه، من معتقدم باید شوخی کنیم. من به پلیس هم گفتم یه وقتی چند سال پیش از این یه سریالی بود، فیلمی بود، چی بود که نیروی انتظامی اعتراض کرده بودم، بهشون گفتم بی خود اعتراض میکن. به آقایون علما سر اون قضیه چی بود اون که چی ساخته بود؟ مارمولک تبریزی ساخته بود. من با آقایون گفتم که شما به جای اینکه اعتراض کنید استقبال کنید، بگید دست درد نکنه که نشون دادی که آدمایی میان لباس ما رو به ناحق میپوشن. خب این چیز خوبیه. نه، من عقیدم اینه که شوخی کنید، منتها شوخی مؤدبانه باشه. یعنی باید شوخی مؤدبانه باشه، خلاف حق نباشه، توش هتک نباشه، اما شوخی باشه نداره. خیلی ما مجوز گرفتید. بله برید شوخی کنید. یعنی ما طول این 3-4 ساعتی که در محضر حضرت آقا بودیم، هر نکته‌ای هر کدوم از ماها به ذهنمون میرسید مطرح شد.